بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. در صحيح بخاري ومسلم از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روایت است که فرمودند: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. همانا در سیاهدانه برای هر بیماری دوا است جز بیماری مرگ. این کلامی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم است. کلامی کسی است که به تعبیر قرآن کریم از پیش خود سخن نمیگوید. استعیذ بالله و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. و از روی هوا سخن نمیگوید و آن جز وحی نیست که وحی میگردد. یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از روی هوا و خود سرانه از پیش خود سخنی نمیگوید، بلکه هر چیزی که میگوید وحی هست که از جانب خدای متعال به سوی او وحی میگردد. پس این حدیث هم از باب معجزات علمی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بوده بر حق بودن رسالت او اشاره دارد. زیرا علم طب در عصر معاصر به این نتیجه رسید که استعمال سیاهدانه حجیره های دفاعی بدن انسان را قوی می‌گرداند. طبیعی است که وقتی حجیره های دفاعی بدن قوی باشند در مقابل هر بیماری و ویروس مقاومت خواهند کرد. این روزها که وبای کرونا ویروس سرتاسر دنیا را فرا گرفته و به یک خطر جدی تبدیل گشته است، توصیه من برای دوستان و برادران این است که سیاهدانه را بیشتر استعمال کنند. طبق تجربه کارشناسان از همه مفیدترش سیاهدانه نو را با دندانهای خود خاییده خوردن می باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.